سلام به همه. امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه. امروز میخوام درباره موضوعی حرف بزنم که شاید از بیرون ساده به نظر بیاد، ولی واقعاً برای من یکی از تاثیرگذارترین چیزهایی بوده که توی زندگی فهمیدم. میخوام بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب. موضوع امروز درباره قدرت 1% بهتر شدنه. اینکه چطور یه تغییر کوچیک، خیلی کوچیک میتونه سرنوشت ما رو به یه سمت کاملا جدید ببره. خب بیاین شروع کنیم. بذار یه چیزی رو همین اول کار بهت بگم. ما آدم‌ها معمولاً فکر می‌کنیم تغییر یعنی یه چیز بزرگ، یعنی یه تصمیم خیلی بزرگ. یعنی از فردا بشیم یه آدم کاملا متفاوت و همین جاست که کار خراب میشه، چون ذهن انسان با تغییر بزرگ میونه خوبی نداره. اصلا سیستم مغز برای تغییرات یهو و سنگین طراحی نشده. تا حالا شده بخوای یه کار جدید شروع کنی و همون روز اول خسته بشی؟ مثلا میخوای ورزش کنی، از همون روز اول 1 ساعت تمرین میکنی و فرداش کل بدنت میگیره و تا 1 هفته هم سمت ورزش نمیری. یا نمونه دیگهش میخوای کتاب بخونی و میگی از امروز روزی 30 تا صفحه کتاب میخونم، ولی 2 روز بعد جا میزنی. یا میخوای نظم داشته باشی، میری یه دفتر برنامه‌ریزی گرون قیمت میخری، 10 رنگ هایلایتر، 4 مدل مداد، خودکار و چیزای دیگه، اما بعد از 3 روز دفتر میره تو کشو و تا 6 ماه هم باز نمیشه. مشکل ما این نیست که نمیخوایم تغییر کنیم، مشکل ما اینه که اشتباه شروع میکنیم. خب قبل از هر چیز بهتره که مفهوم 1% رو روشن کنیم. اصلا این 1% یعنی چی؟ یعنی یه کار خیلی کوچیک که انجام دادنش نه انرژی زیادی میخواد، نه اراده خارق‌العاده و نه زمان زیاد. اما اگر همون کار کوچیک رو هر روز انجام بدی، یه چیزی درست میشه که خیلی‌ها بهش میگن اثر مرکب. یعنی چیزی که امروز کوچیکه، فردا اندازه یه کار معمولیه و 1 ماه بعد میشه یه تغییر بزرگ. همه چیز از کوچیک‌ها شروع میشه. این یه جمله قشنگ نیست، واقعیت زندگیه. حالا از کجا مطمئنم که این 1% کار میکنه؟ بذار به زبون خیلی ساده و راحت بهت بگم. مغز آدم برای زنده موندن ساخته شده، نه رشد کردن. یعنی چی؟ یعنی مغز همیشه دنبال چیزیه که انرژی کمتر مصرف کنه، سرعت تصمیم گیری بیشتر بشه و در نهایت تو رو در امنیت نگه داره. برای همینه که وقتی میخوای یه کار بزرگ شروع کنی، مغز میگه نه، صبر کن، این خیلی انرژی میخواد، اصلا ولش کن. ولی وقتی یه کار کوچیک شروع میکنی، مثلا فقط 5 دقیقه ورزش، مغز میگه باشه، این که چیز خاصی نیست، انجامش بده. و تو شروع میکنی و شروع کردن یعنی نصف راه رو رفتن. این قدرت 1%. یه مثال دیگه. تا حالا شده بخوای کتاب خوندن رو شروع کنی و هدف بذاری که روزانه 20 صفحه کتاب بخونی؟ خب معمولاً 3 روز بعد ولش میکنی. چرا؟ چون شروعش سخته. ولی کسی که میگه من امروز فقط 1 صفحه میخونم تقریباً همیشه موفق تره. چون اون 1 صفحه اینقدر ساده است که مغز نه نمیگه. تازه معمولاً وقتی 1 صفحه رو میخونی 3 صفحه بعدی رو هم میخونی. شروع سخته اما ادامه دادنش آسان تره. یکی از موضوعات دیگه که میتونیم در موردش مثال بزنیم اعتماد به نفسه. خیلی‌ها دوست دارن اعتماد به نفسشون بیشتر بشه، ولی یکی از بزرگترین مشکلاتشون اینه که میان از قدم‌های بزرگ شروع میکنن. مثلا میگن باید توی جمع بتونیم راحت حرف بزنیم، کاری که حتی فکر کردن بهش هم ممکنه که به آدم استرس بده. ولی اعتماد به نفس از چیزای کوچیک شروع میشه. بذار یه راه حل خیلی ساده بهت بگم. اگر عادت نداری که با کسی ارتباط چشمی برقرار بکنی، بهتره که از امروز این کار رو انجام بدی. فقط مثلا در حد 1 ثانیه 2 ثانیه این ارتباط چشمی رو برقرار بکن. کار سختی نیست، استرس خاصی هم نداره، اما اثرش رو بعد از چند روز حس میکنی و کم کم ارتباط چشمی برات طبیعی میشه و بعداً راحت‌تر میتونی توی جمع هم صحبت بکنی. اعتماد به نفس از همین قدم‌های کوچیک میاد، نه از جهش‌های بزرگ. یادت باشه اعتماد به نفس مثل یه ماهیچه است که باید تمرینش بدی. موضوع بعدی که میتونیم در موردش یه مثال بزنیم نظم شخصیه که در موردش همون ابتدای پادکست صحبت کردیم. خیلی‌ها برای منظم شدن میرن دفترهای رنگی و برنامه‌ریزی‌های سنگین میخرن.
ولی واقعیت اینه که آدم منظم از یک کار خیلی ساده شروع میکنه. هر شب 2 دقیقه زمان میذاره و 3 تا کار فردا رو مینویسه. همین 2 دقیقه. شاید حتی مسخره به نظر بیاد، ولی وقتی هر روز انجامش بدی، صبح سردرگم از خواب بیدار نمیشی و دقیقاً میدونی که از کجا شروع کنی و این نظم کم کم میره توی تمام بخش‌های زندگیت و اینم یکی از اون 1% کوچیک اما قدرتمنده. یکی از موضوعات دیگه که میتونیم در موردش مثال بزنیم وضعیت مالی و پوله. حتی پول و مدیریت مالی هم از همین روند 1% پیروی میکنه. آدمی که نمیتونه پس انداز کنه لازم نیست با ماهی فلان مقدار مثلا شروع بکنه. فقط کافیه یکی از اون خریدای غیر ضروری روزانه‌اش رو کمتر بکنه، مثل نوشابه، مثل چیپس یا یک خرج عجله‌ای یا یه چیزی که هر روز بی هوا میخری. همین یه دونه در طول ماه جمع میشه و در طول سال بیشتر. فکر میکنم تا اینجا متوجه شدین 1% واقعی چطوریه. 1% واقعی این نیست که امروز بهترین نسخه خودت باشی. 1% واقعی چند تا ویژگی داره. خیلی ساده است. خسته کننده نیست. بقیه نمیبیننش. اما تکرار میشه. بعضیا میخوان 1% رو تبدیل بکنن به یه چیز انگیزشی عجیب. ولی واقعیت اینه که 1% خیلی وقتا بی هیجانه. اما اثرش عمیقه. در واقع یکی از بزرگترین تأثیر 1% روی شخصیت ماست. با 1% اعتماد به نفس زیاد میشه، عزت نفس بالا میره، حس کنترل زندگی زیاد میشه و مهمتر از همه احساس میکنی آدمی هستی که میتونی تغییر کنی و این خودش یه دنیا ارزش داره. و در آخر میخوام یه چیزی بگم. لازم نیست که از فردا آدم جدیدی بشی. لازم نیست قهرمان بشی و لازم نیست کارهای عجیب بکنی. فقط کافیه امروز یه ذره بهتر بشی. فقط یه ذره. 1% بهتر. 3 دقیقه ورزش کن، یه صفحه کتاب بخون، یه تماس چشمی داشته باش، 2 دقیقه برنامه ریزی کن و یه خرج کمتر. همین کارهای کوچیک اگر هر روز تکرار بشه، اگر فقط یه ماه ادامه بدی، تو از نسخه قبلیت خیلی جلوتر میری. پس از همین امروز یه قدم کوچیک بردار. همین یه قدم میتونه شروع مسیر جدیدی باشه. ممنون که گوش دادین. اگر این صحبت‌ها براتون مفید بود، حتما به اشتراک بذارین یا برای کسی بفرستین که فکر میکنید شاید بهش نیاز داشته باشه. و یادمون باشه رشد بزرگ از قدم‌های کوچیک شروع میشه. خدا نگهدار.